اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر امشب هم توفیق رفیقمون شد محضر شما باشیم و محضر استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین حاج آقای رمضانی عزیز و نازنین که قدم چشم من گذاشتن. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خیلی قبول باشه. عزاداری ها، طاعات، عبادات. ممنون بازم تشریف. خدا دعای شما رو در حق ما مستجاب کنه. اختیار دارید. سلامت. مخلص شما هستیم. جسارت. خواهش میکنم آقا جان. زنده باشید. رسیدیم به ایستگاه آخر شب‌های قدر. شب سوم که ظاهراً امضای نهایی امام زمان هم به مقدرات و اینا امشب اتفاق میفته. بله. حالا با ادبیات مختلف که مثلا امشب محتمل تره یا مثلا امضا نهایی و ثبت نهایی و تقدیرات رقم میخوره و اینا. همونم نگرانیم که برای کی مرگ مینویسن، برای کی حیات مینویسن، نمیدونم. و چیزایی که دوست داریم برامون خدا مقدر بکنه. ما امشب که دیگه مهمترین شب ماه مبارک رمضانه چی کار کنیم تش؟ به نظر شما چی از خدا بخوایم بهتره؟ چه اعمال زیادی هست، شاید به همش نرسیم، مثلا بخوایم گلچین بکنیم کدوم بهتره؟ نمیدونم. خواهش. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من یک عمل فکری توصیه میکنم و یک عملی که در روایات اومده و مغفول مونده. نمیخوام بگم اصلا انجام نمیشه، ولی عجیبه که با وجود یه روایتی چطور این عمل انقدر رواج نداره. عرض میکنم خدمتون چه عملی. زنده باشین. اولین کاری که ما تو شب قدر بکنیم اینه که روایات مربوط به شب قدر رو بخونیم. من پیشنهاد میدم به بینندگان که روایت ها رو فقط بخونن ببینن چه اتفاقی قراره بیفته و چه چیزی تعیین میشه. شاید مثلا سرچ بکنن احادیث شب قدر بیاره براش. در روایت داریم که تمام حوادث و اتفاقات ما تا سال بعد رو امشب تعیین میکنن. از تمام حوادثی که ما باش روبرو میشیم، تمام حوادث. حتی تو روایت داریم که حاصل خیزی یه زمین یا حاصل خیز نبودن یه زمین امشب تعیین میشه و به امضای امام عصر علیه السلام میرسه. تعداد قطرات بارون امشب تعیین میشه. تعداد قطرات باران اینقدر با جزئیات؟ بله. اون وقت من فکر نمی کنم یک لحظه شم امشب غافل بگذرونیم. پس یک عرض میکنم که اول باید متوجه اهمیت موضوع بشیم. چه اتفاقی داره میفته. میدونید که ندانستن مساوی با نداشتن. من اگر ندونم این وسیله‌ای که تو دستم اصلا به چه درد میخوره، خب مساوی با نداشتنش. مثلا اینکه من ماشین داشته باشم من ندونم چی کار باید باش بکنم، یه مترم باش حرکت نمیکنم. ماشینی که باش یه متر حرکت نکنن ماشینه؟ نه. چون من نمیدانم گویی ندارم. بسیاری از ماها چون نمیدانیم شب قدر چه داره میگذره گویی نداریم. پس من توصیه میکنم روایت های شب قدر رو بخونن. شب قدر است اگر قدر بدانیم قدرش رو. امام رضا علیه السلام فرمود تمام مرزهای هستی امشب تعیین میشه. تمام اجلها، تمام مرگها، تمام حیاتها، تمام سفرها، تمام حاجیا، تمام ازدواجها، تمام فرزند به دنیا آمدنها امشب تعیین میشه. همش
یه استادی داشتیم میگفت حتی اگر این با روایت میسازه ولی این مثال تو روایت نیومده، ولی این با روایت میسازه. اینکه یه دفعه میای بیرون پات میخوره به یه سنگی درد میگیره، این شبقت نوشته شده. اینقدر میگم اونجا که بر بودید قطر تعداد دیگه تا این ته اینا ما رفت تمام جزئیات. پس این یک مطلب دیگه که یک عملی هستش که کمی غریبه، مال مخصوص شب 23مه. فرمود که من قرأ سورة العنکبوت و الروم فی شهر رمضان لیلة 23. هر کسی سوره عنکبوت و روم را، این فکر می‌کنم روایت از امام صادق علیه السلام، فرمود که هر کسی سوره عنکبوت و روم را در شب 23 ماه مبارک یعنی امشب بخونه، فهو والله یا ابا محمد من اهل الجنه. الحمدلله. امام قسم میخوره میگه والله او از اهل بهشته. چقدر خوب. علت این که خیلی خوشش دارم چون من معمولا هر سال این دو سوره رو شب 23 میخونم. بله. و سعی میکنم بهش فکر کنم. و کاش تو مساجد اتفاق بیفته. یکی از اعمالی که روایت داریم براش، من نمیخوام بگم چه اعمالی دارن تو مساجد انجام میدن که روایتی نداریم برای شب قدرش، ولی انجام میدن. و اون روایتی که مختص شب قدر داریم 23 انجام میدن برای همه مردم پشت میکروفون خونده بشه. بعد ادامه روایت جالبه، فرمود لا استثنی فیه ابدا، من هیچ کس رو از این حکم استثناء نمیکنم. بعد فرمود ولا اخاف ان یکتب الله علی فی یمینی اسما، من فکر نمی کنم به خاطر این قسمی که خوردم خدا برای من گناهی بنویسه یا منو مؤاخذه بکنه. من قسم درست خوردم، والله او از اهل بهشته. بعد گویی که میخواد یک سوالی رو جواب بده، میفرماید که یه وقت فکر نکنی حالا به خوندن تو این دوتا سوره پیش خدا عزیزه. و ان لهاتین السورتین من الله مکانا، این دوتا سوره پیش خدا عزیزه. حالا چی دارن این دوتا سوره من دیگه نمیفهم، ولی این روایت وارد شده. لذا من اگه بخوام به عنوان کسی که لباس نصیحت رو پوشیده، این لباس ما لباس نصیحت دینیه، وگرنه خودم رو در شأن نصیحت نمیبینم. البته این بین پرانتز بگم این فرهنگ بدیه که ما وقتی میخوایم خودمونو یه ذره از موضع اتهام بیایم بیرون میگیم نمیخوام نصیحت کنم، در حالی که شیطان وقتی خواست خودش رو برای حضرت آدم موجه جلوه بده گفت من نصیحتت میکنم. اصلا نصیحتت میکنم یک جمله مثبته، یعنی من خیرتو میخوام، دلم میسوزه، داداشی منی. در واقع اگر ما فرهنگمون درست بشه باید بگیم که من میخوام نصیحتت کنم. حالا پرانتز بسته. اگر بخوام با لباس دین نصیحت بکنم میگم یک، روایات شب قدر رو بخونید، دو، این دوتا سوره رو امشب بخونید با توجه معانی و ترجمه. بله. خب من این سوال دیگه هم پرسیدم، میخوام اون سوال خودم اول جواب بدم، بعد شما تصحیحش بکنید، اصلاحش بکنید، درستش بکنید. اگر کاملا غلط بودم بدون تعارف بگید. با توجه به اون چیزایی که تو این چند شب از شما یاد گرفتم، من سوالم این بود که امشب ضمن این که چه بکنیم چی هم بخوایم و چی بخوایم. یاد این روایت افتادم که از پیامبر ظاهرا پرسیدن همین سوال، فرمودن عافیت بخواین یا از اهل بیت بین. من احساس میکنم همون معنایی که شما تا حالا فرمودین، یعنی بهترین چیزی که ما از این شبا میتونیم بخوایم همون خب علی ابن ابی طالب، حیات دیگه. آدم مرده به چه درد میخوره؟ حیات بخوایم از خدا در دو دنیا، با اهل بیت بودن، با امام بودن بخوایم، این بهترین چیز میتونه باشه بخوایم.
میتونه بهترین چیز باشه، ولی باید از خدا همه چیز رو خواست، نه فقط بهترین چیز رو. که اگه همه چیز رو بخوایم بهترین چیز هم داره. اون که طبیعتا، چون که صد آمده. خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی تهرانی رو. ایشون وقتی میپرسیدیم از خدا چی بخوایم میگفت دنیا و آخرت. ربنا آتنا به دنیا حسنه و فی الاخرت. و فی الاخرت. خود خدا باز به اون یاد داده. بعد قربونش خودشون برم. میخندیدن میگفتن هیچی جا نذاشتم که. آخه همه چی. رحمت. همه چی. همه چی بخوایم. راحت باشید. یعنی چی؟ یعنی دارید با کسی حرف میزنید که حرفاتون رو میفهمه، نمیخواد انقدر ادا در برید. شرط اول قدم آن است که صادق باشید. من فکر میکنم امشب شبیه که اون اتصالی که شبای قبل راجبش صحبت کردیم که کاراتون رو رب بدید به امیرالمومنین. آره. بیایید این معامله رو جوش بدید امشب. اتصال صورت بگیره. ما میدونید در روایت داریم که هر کسی 40 حدیث از اهل بیت حفظ بکنه علی امتی، من حفظ 40 حدیثا علی امتی بعثه الله یوم القیامه فقیها. برای همین علما رسمشون شده که 40 حدیث می نویسن. 40 تا حدیث می نویسن که بماند. خب اولین 40 حدیث شیعه ظاهرا تا اونجایی که من بلدم، شاید اشتباه میکنم، اولین 40 حدیثی که ثبت شده برای ما لااقل به دست ما رسیده 40 حدیث فردی به نام منتجب الدین رازی، مال قرن حدوداً 6. خب خیلی قدیمیه. من این رو از اون کتاب دارم نقل میکنم. میخوام این معامله جوش دادنه. یه وقتی میگه روایتش میفرماید که یه فردی بود کاسب بود توی کوفه، یکنا ابا جعفر، کنیش ابو جعفر بوده. خب این چیکار میکرده؟ این خیلی انسان خوش اخلاقی تو معامله بوده و کاری که میکرده اینه که میگن کاسب همه محل رو میشناسه، کاری که میکرده اینه که اگر کسی منتسب به امیرالمومنین میومده، علوی میومده، این هرچی پول داشته از طرف میگرفته. مثلا جنس 150 تومانی میخواد، 100 تومن داره، این 100 تومن رو میگرفت، 50 تومن خب اون مشتری بدهکار میشه. این تو دفترش مینوشت که 50 تومن به حساب علی، اسم مشتری رو نمی نوشته. کس دیگه می اومد چون فرد خوشخلقی بود به اونم نسیه میداد، ولی می نوشت که این فلانی بدهکاره. این سبک معامله کردن که به حساب علی، به حساب علی، به برای حساب شیعیان و علی، محبین امیرالمومنین خب گذشت تا ورشکست شد. ای بابا بنده خدا. کارش این شد که بره مطالباتش رو وصول بکنه، اما اسم کسی رو ننوشته. راست میگی، فقط به حساب علی. بنابراین میرفت کسانی که اسمشون رو نوشته بود و علوی نبودن رو سراغ اونا میرفت. ولی شیعیان یا علویون منتسبین به امیرالمومنین، سادات، اینها اسمی ازشون نوشته نشده بود و این خلق بین مردم ظاهراً روشن بوده که این کارو میکنه، میشناختنش، میدونستن. این یه وقتی دم در خونهشون نشسته بود،
دیگه ورشکستم شده دیگه. یه دفعه یکی از اینایی که با امیرالمومنین مشکل داشت اومد رد شه، خب دید حال و روز اینو، کاسه به ورشکسته کنار در همینجوری داغون نشسته. مطلق گفتش که اون بدهکار بزرگت کجاست حال و روزتو ببینه؟ آقا زخم زبون. حضرت ایوب علیه السلام بچه هاش از دنیا رفتن، ثروتش از دست رفت، بدنش مریض شد. خب زنش بهش میگفت که یه چیزی بگو، دعا کن. میگفت که خدا این همه مدت به من نعمت داده، الانم که حال روزمو میبینه، بذار ما زبان باز نکنیم، خودش میبینه اگه بخواد هرچی. تا وقتی که اصحابش اومدن به ایوب گفتن که ایوب مگر تو گناهی کرده باشی که اینجور به بلا گرفتار شده باشی؟ زخم زبون در روایت داریم که ایوب از خدا خواست میشه حرف بزنم. اینقدر اذیت میکنه شاید. ایوب که نماد صبر اصلا. این نه که پشیمون بشه از کاری که کرده، ولی زخم به دلش نشست. تو این روایتش هست که این فرد اومد گریه کرد تو خونش. شب خوابید، امیرالمومنین رسول الله و امام حسن علیهم السلام رو خواب دید. بعد رسول الله پرسید که حالا ایشون در محضر این 3 نفر هست، رسول الله پرسید که علی کجاست؟ امیرالمومنین عرض کرد که آقا من اینجا هستم. رسول الله فرمود که علی جان چرا بدهی تو به این آقا نمیدی؟ آخه جوابی که داد من اینو میفهمم، نمیخوام بگم دقیق دارم نقل میکنم. مولا علی علیه السلام عرض کرد که آقا زندگیش روزش همینه، یعنی ما کارامونو کردیم. رسول الله فرمود نه، بدهیشو بده، برو 2 تا کیسه بیار. رفت داد. این بیدار شد، دید 2 تا کیسه کنارشه. بلند شد دید کیسه ها کنارشه. زنشو بیدار کرد، گفت آقا من همچی خوابی دیدم. زنه گفت مرد یه وقت نرفته باشی تحت فشار کاری کرده باشی؟ میگه نه به خدا. رفتن اون دفترچه رو باز کردن، دیدن حساب علی پاک شده. عجب. به حساب علی. ای جانم. این فرمودین منبعش از اولین 40 حدیثیه که جمع آوری شده در تاریخ شیعه. منتجب رازی. چقدر شیرین بود. خواهش میکنم. میخوام بگم که بیاید به حساب علی زندگی کنیم. امشب این تصمیم رو بگیریم انشاءالله. زندگیمون بوی رنگ و بوی علوی بگیره انشاءالله، به حساب امیرالمومنین بذاریم، ضرر نمیکنیم. دو انشاءالله. دم شما گرم. خواهش بریم یه فاصله بگیریم، خواهش میکنم استفاده بکنیم. خواهش. ذکر حضرت مولا رو این چند روز کردیم، یه جای دیگه هم به نظرم باید بریم امشب. بسم الله. بفرمایید. طبعی که نپرداخت به نام تو تلف شد، بر خاک نوشتند علی در نجف شد. نام امیرالمومنین، ذکر امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین کولاک میکنه و بذاریم به حساب امیرالمومنین همه زندگیمون رو وقفشون بکنیم و نتیجهش هم تو دنیا میبینیم. به تعبیر آقای عزیزم. منتها ما این چند شب از امیرالمومنین زیاد از شما شنیدیم، البته که کم شنیدیم در عالم واقع. کل عمر از امیرالمومنین بشنویم بازم کمه. گفتش که
اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، آخه گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. آره واقعا. ولی خب به قدر نمی از یم چشیدیم و خیلی هم طعم خوبی داشت و لذت بردیم تا اینجا. جان هممون. آره. ولی خب من یادم افتاد، یاد یه روایتی از امام صادق جان افتادم راجع به شب لیلة القدر که امشب مفصل از شما شنیدیم راجبش. یه تشبیهی میکنن وجود مقدسه و مطهره و منوره همسر امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها رو با شب لیلة القدر. خیلی عجیبه برای من، هرچند که ظاهرش شاید مثلا واضحه ولی مفهوم عجیبی داره. میفرمایند که هر کس لیلة القدر رو بشناسه، جایگاهش و شأنش و اینا رو، جایگاه حضرت زهرا رو شناخته. بعد از اون طرف تو قرآن داریم و ما ادراک ما لیلة القدر. تو چه میدانی که لیلة القدر چه شبیه؟ داستان چیه؟ گاهی خود ابهام جادو میکنه. خود ابهام. اصلا فاطمه یعنی کسی که نمیشه شناختش. آره. فاطمه کسی که هر کسی باهاش از آتیش بریده است. به نظرم میاد که علت این حدس اینه ها، علت این که ربط داره شب قدر با فاطمه زهرا سلام الله علیها همون چیزی که گفتم که اتفاقی که در امشب میفته اون حوادث تعیین میشه. باید نقش فاطمه زهرا سلام الله علیها در حوادث معلوم بشه، در باطن عالم. همانطوری که شب قدر شب تعیین حوادثه، فاطمه زهرا سلام الله علیها حدس من اینه که در حوادث تعیین کننده است، کاری هستن. از کجا حدس میزنم؟ ببینید همه اینا رو من دارم به عنوان یک فکر میگم. بفهم. بعد از اینکه رسول الله از دنیا رفتن، جبرئیل به فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل میشد. بله، تو اون 75 یا 95 که امام راحل میفرمایند بالاترین فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کل فضائلش همینه که فرشته وحی میومد خدمتش، که بعد از رسول الله فرشته وحی به فاطمه زهرا نازل میشد. فاطمه زهرا سلام الله علیها آنچه که از جبرئیل گرفته بودن به امیرالمومنین املا میکردن، ایشون مینوشت که شد مصحف فاطمه. بله، که تو روایت داریم که الان محضر امام زمان علیه السلام، یعنی علی شد کاتب وحی فاطمه. آره، از اینجوری نگاه کنی امیرالمومنین که تا حالا اینقدر داشتیم میفرمایید کاتب. احسنت. و توی اون کتاب ظاهرا حوادث گوناگون عالم تا آفرین. چرا باید حوادث و اسم پادشاه تعیین کننده؟ اسم پادشاه ها جالب نیست؟ اسم پادشاه های کل تاریخ به فاطمه زهرا عرضه میشه. چرا؟ ایشون چه کاره است که پادشاه ها و حوادث باید به ایشون؟ من فکر میکنم همین که کاری هست که باید پادشاه ها رو به ایشون معرفی کنن. و این مثالی که امام صادق هم شب قدر، بله، و شب قدر هم حوادث تعیین میشه، شدن سرنوشت. به نظرم این دو به هم تعداد قطرات عجیبه. حتما کاریه که داره جبرئیل بهش وحی میکنه دیگه. من یک دلیلش رو عرض کنم، به نظرم به درد میخوره. اون همینه که حقایق به مادر نازل میشه تا از مادر به بچه ها انتقال پیدا کنه، از پدر نمیتونه منتقل بشه. یعنی از این داریم یه برداشت
چرا به فاطمه زهرا نازل میشد؟ یکی از دلایلش اینه. یک دلیل عرض کردم این بود که ایشون حتما کاره‌ایه تو عالم. بله. دو اینکه از طریق مادر از به طریق فرزند مادر به فرزند منتقل میشه. ایشون مادر همه اهل بیت ماست. ام الائمه. چرا به پدر نازل نمیشه؟ چون از طریق پدر منتقل نمیشه. مادرها مراقبت کنن، مادر تعیین کننده است نه پدر. امیرالمومنین علی علیه السلام در مواقع مختلف 3 تا همسر داشتن. 1 فاطمه زهرا سلام الله علیها، 2 فاطمه بنت خویلد اگر اسم درست گفته باشم، 3 فاطمه ام البنین. علی علیه السلام ثابته ولی همسرانش نه. بچه هاشون متفاوته. ای والله. حتی وقتی خواست به عقیل بگه یک زنی برام پیدا کن، گفت یک زنی پیدا کن که بتونه نسل شجاع بیاره. آقا جون میگه شما کافی نیستی برای شجاعت. راست میگی. نه قراره از او برسه. اصلا مادر تعیین کننده است. چقدر مهم بود و کلیدی. خانم ها اگر شما تو خلوت خودتون رابطتون با خدا خوب باشه خیلی مهم نیست پدر. پدر اگر یعقوب باشه، مادر درست نباشه میتونه 10 تا قاتل پرورش پیدا کنه. عجب. آره دیگه. و جالب یوسف و بنیامین از مادر دیگه ای بودن، با اینکه یعقوبه به مادر نازل میشه چون مادر واسطه انتقاله. پس امشب دست به دامن مادر شما اصلا همینه. واسشیم به ریشه های چادرشون. بله. به فاطمه. جانم مادر. ای کسی که حوادث به دست تو، ای کسی که حقایق به دست تو به اهل بیت منتقل میشه. یعنی همه آنچه که داره هر سال تو مقدرات میفته همه قبلا مرکزش در قلب نازنینشون که میگن مرکزش اوه. چه خبره تو این عالم؟ ما اومدیم به نظرم تو این عالم به به بگیم. در روایت داریم که در صحرای محشر هم تنها سواره فاطمه زهراست. تو روایت داریم که من روایت رو کمی خلاصش میکنم. فرمود که وقتی که همه خلایق جمعن خدا منبری قرار میده برای رسول الله منبری میره که هیچ کسی از انبیا نشنیده، و بعد برای امیرالمومنین منبری قرار داده میشه، امیرالمومنین منبری میره که هیچ کسی از اوصیا نشنیده، و بعد حسن و حسین علیهم السلام 4 تا پیش منبری. الله اکبر. و بعد میپرسن عین فاطمه. جانم. البته زنان دیگر بهشتی رو هم صدا میزنن ولی بعد می عین فاطمه. در روایت داریم فاطمه سوار نه پیاده. این سوار بودن اونجا معنا داره. وارد میشه در حالی که 100,000 ملک سمت راست، 100,000 ملک سمت چپ. یه جور عجیب غریبی ترسیم کردن اون صحنه. بله. بعد صدا میاد که قضوا ابصارکم، چشماتون رو بندازید پایین. ببینید اونجا محرم نامحرم جسمی نیست، اونجا محرم نامحرم معرفتیه. آن کسی که نمیتواند نور فاطمه را تحمل کند نامحرم است. در روایت میگه همه انبیا هم سرشون رو میندازن پایین. فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد دم بهشت، تا وارد نمیشه.
برمیگرده خدا میپرسه که ای حبیبه من ما التفاتک، چرا برگشتی؟ عرض میکنه که خدایا من رو نمیخوای یه کمی از قدر من معلوم بشه؟ خدا میفرماید برو به قلب هر کسی که تو این صحرا واسطه نگاه کن، به قلبش نگاه کن، هر کسی ذره محبت تو رو داره برش دار بیار. ای جان. تو اون شلوغی محشر ما قرار نیست جایی بریم، قرار مادر بیاد دنبالمون. میگن بچه‌ای که تو بازار گم میشه فقط واسه مادر میاد. آره. یک روزی فاطمه زهرا تو صحرای محشر یک بار ولو شده به قلب ما نگاه میکنه، یه هر کسی محبت این خانم به دلشه و بچه‌های این خانم برش داره بیاد. امشب با محبت این خانم برید در خونه خدا، انشاءالله که دست خالی هیچ کس بر نمیاد. الهیام گفت سرمایه محبت زهراست دین من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم، گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا. چقدر به امشب میخوره این مفهوم، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. التماس دعای خیلی خیلی زیاد. یا زهرا. خداحافظ.